خوش آمدید به کانال بدور استودیو. سلاحه شعر عاشقی ارزنده است به مناسبت عید زنان. در چنین عید بغل بگشاده نیمی از جهان، در چنین عید بغل بگشاده نیمی از جهان، بهر تبریک زنان و دختران و دلبران، بهر تبریک زنان و دختران و دلبران. ای خوشا بر حال فرزندان آدم کز قضا، ای خوشا بر حال فرزندان آدم کز قضا، این همه بخت و سعادت در جهان بیکران، این همه بخت و سعادت در جهان بیکران. فرصت شایسته باشد برای مرد و زن، فرصت شایسته باشد برای مرد و زن، بهر اظهار صداقت اندرین عمر روان، بهر اظهار صداقت اندرین عمر روان. آخرین بیت. در فضای امن عشق و عاشقی ارزنده است، در فضای امن عشق و عاشقی ارزنده است، زنده بادا معجزات عشق و عید بانوان، زنده بادا معجزات عشق و عید بانوان. تاریخ شعر 27 فوریه سال 2022. خب برای بانوان، برای عید بانوان 8 مرد گفته شده است. شعر دیگر، شعر دوم آخرین شعر است. خب شعر دوم، سلاحه شعر. لحظه های برقی آغوش ها، سلاحه شعر لحظه های برقی آغوش ها. این سلاحه را از درون شعر انتخاب کردم که میخوانیم و میبیادیم. لحظه های برقی آغوش ها، بسیار عبارات رومانتیکی است، هم لحظه ها، هم برقی، هم آغوش ها. شروع میکنم به خواندن. عشق را عمر ابد پنداشتم، عشق را عمر ابد پنداشتم، مزرعه دل را محبت کاشتم. عشق را عمر ابد پنداشتم، مزرعه دل را محبت کاشتم. حاصل ما عاقبت دانی چی بود؟ حاصل ما عاقبت دانی چی بود؟ از ابد یک لحظه برداشتم، از ابد یک لحظه برداشتم. لحظه کاندر تجلیگاه آن، لحظه کاندر تجلیگاه آن، عکس گردد ارزش دور و زمان. لحظه کاندر تجلیگاه آن، عکس گردد ارزش دور و زمان. این عبث آباد را معنی دهد، عبث آباد یعنی دنیا، این عبث آباد را معنی دهد، ورنه باشد زندگی باری گران، ورنه باشد زندگی باری گران. زندگی عمر جوانی ما بود، زندگی عمر جوانی ما بود، زندگی زور و توانی ما بود، زندگی عمر جوانی ما بود، زندگی زور و توانی ما بود. لحظه های برقی آغوش ها، همین از سلاحه شعر. لحظه های برقی آغوش ها، یادگار جاودانی ما بود،
لحظه های برقی آغوش ها یادگار جاویدان ما بود. خلاصه شعر: ما اسیری دور گردونیم و بس، ما اسیری دور گردونیم و بس، غرق بحر سحر و افسونیم و بس، غرق بحر سحر و افسونیم و بس. آخران بیت: در تلاش لیلی ناآشنا، در تلاش لیلی ناآشنا، عمرها محکوم و مجنونیم و بس، در تلاش لیلی ناآشنا، عمرها محکوم و مجنونیم و بس، عمرها محکوم و مجنونیم و بس. تاریخ شعر 9 ینوری سال 1976. این بود شعر دوم. ما در باغ مرکزی به نام استاد رودکی قرار داریم. امروز 24 فوریه 2026 است، روز سه‌شنبه بگاهی.